مرغ 17 نوع واکسن بهش میزنن که هیچ کدامش برای مرغ نیست. این هدف شمایید و هدف بچه هاتونه. تو سایت هم نوشتیم یه مقدارش. بچه هاتون وقتی که سنشون رسید به 18 سال همه‌شون بدون استثناء حالت تناسلیشون میشه 2 سانت. اینقدر. یعنی یه هدفی گرفته انگلیس، تمام عقده‌هاشو میخواد سر ما اینجوری خالی کنه. همش هم یهودی‌ها دارن این کارو میکنن. متاسفانه برای جوانای امروز هم زدن. الان جوانای ما همشون 20-25 ساله های ما، 20 ساله های ما همشون متاسفانه همشون انقدی هن. هیچ کدامشون زن نمیتونن بگیرن، نمیتونن زن داشته باشن. این باعث عذاب خانواده است. روشون هم نمیشه به پدر مادرشون مشکلاتشون بگن و نسل بعدی که بیاد 20 سالش بشه دیگه هیچی نداره. یعنی دیگه زن و مرد یه شکل میشن. اینا دارن توطئه میکنن برای ما. حالا هی بگید مرغ نخوریم چی بخوریم؟ برین سرتون رو بزنید تو دیوار. برین دنبال غذاهای سالم قدیمی. مجددا نرید تو صف نونوایی الان وایسین برای نون. مردم دارن نابود میشن اینجا. این وزارت بهداشت باید پاسخ بده به این مردم. همه چند روز پیش دیدین شنیدین دارو استفاده کردن، کلینیک خصوصی بوده، داروی آمریکایی استفاده کردن، 17 خانوار کور شدن. مگه آمریکایی نیست؟ داروی قاچاق. چی میگی؟ زود اسمش عوض میکنین دارو قاچاق. آمریکایی هست یا نیست؟ چجوری اومده وارد این مملکت شده قاچاق؟ باید دنبالش رفت. نمک یوددار و شب بریزین رو غذای گوسفند، 24 ساعته کور میشه و بچهش هم سخت میشه. برید امتحان کنید. بعد یه ماش ابله برای نسبت شما هی میگن آخه تلویزیون میگه که نمک یوددار بخورید. خاک تو اون سرت کنن. چیتوز موتوری هم نه تلویزیون میگه دیگه. تو عقلت کجاست؟ نمک یوددار رو بریزین تو پوست گوسفند 24 ساعت بمونه. همین گوسفند میکشید دیگه، ولی نمیکشید. 48 ساعت بمونه، بعدش باز کنید. اول از اون هر رواقتون رو باید ببندید چون بوی گندش خفتون میکنه. مگه نمک نیست؟ هرچه بگندن نمکش میزنن دیگه. مگه این نمک نیست؟ و چرا گندیده؟ پس نمک نیست. ما هم میگیم این نمک نیست. دروغ به مردم نگید. این نمک نیست. نمک یوددار وقتی میریزی تو پوست گوسفند هم بوی گند میگیره، هم تو آفتاب نور بگیری میبینی سوراخ شده، پشمش هم کنده میشه. برای چی باید بخورین؟ سخت جنین به خاطر اینه که خانم‌های ما همینطور دارن سخت میکنن. اینا که چشاشون خونریزی میکنه، چقدر تو فامیل الان چشا خونریزی کرده؟ این مال نمک یودداره. نخورید نمک یوددار رو. آردی که الان دارن میزنن این آرد مواد صنعتی توشه. 4 سال دارید میخورین، 6 سال دیگه تو خونه های شما همتون لباساتون رو در میارید لخ میرین تو خیابون، همتون آلزایمر میگیرید. از همه جهت دشمن حمله کرده. راهش هم از راه دانشگاه است. چرت و پرت مینویسه، میره تو دانشگاه، طرف به عنوان استاد میگیره به دانشجو یاد میده، اونم بیاد میشه مسئول وزارت بهداشت، به شما میگه و اینجوری میشه که الان داریم میبینیم. و مطمئن باشین یه روزی مثل کنترل جمعیت یه دفعه ما آقا میاد توی میدون. چون اونم ما خیلی کار کردیم، خیلی گفتیم آقا این کنترل جمعیت دروغ میگن نمیدونم لوله ها رو میبندن. لوله بستن نیست، این عقیم سازیه. استریلیزیشن به انگلیسی یعنی عقیم سازی، یعنی دارن مردای ما رو اخته میکنن. حکمش اعدامه. آخر موفق شدیم این کارو کردیم. حالا الان که باهاشون صحبت میکنید دیدی ما دو گفته بودیم، ولی خب ما هم نظرمون همین بود. یادشون میره این نمک یوددار یودش مثل بمب اتم از انگلستان داره میاد. این یود صنعتی شیمیایی کشنده است. پدر سوخته ها اگر میخواین یود به مردم بدین، همین نمکایی که دارین میریزین تو رادیو ایران هم من چند روز پیش گفتم، نمکایی که میریزین جاده ها رو خیابونا رو باهاش برپا رو آب میکنید، اون نمک رو توی کارخونه یودش رو سوا کنید، ببین چند هزار تن میشه.
اون مقدار یودی رو که نیاز دارید درصدی که میخواید تو نمک طبیعی بزنید بدید مردم بخورن. نمکی رو که میگی درش رو باز میکنی بچه نباید نزدیکت باشه یعنی چی؟ یعنی هواش که میخوره به بچه سرطان میگیره. خودتون دارید میگید. برای چی به مردم میگید نمک رو بخورید؟ هر روز ما یه گندابی داریم. ریشه اینها رو باید کند و میکنیم. حواستون باشه بچه های ما رو الان دخترای ما همه کوتولو 190 دخترای ما بودن الان رسیدن به 150 سان هی از زیر پاشنه کفششون رو بلند میکنن. از اون ورم تصمیم تلفن هایی که تو خیابون گذاشتن دیدیم باج تلفن ها رو میارن پایین، پاشنه کفش بالا تا باج تلفن پایین که تو متوجه نشی قدت داره کوتاه میشه. باجه های تلفن 30-40 سال پیش ببینید بلند بود، وای میسادی اونجا قشنگ پول رو مینداختی، قدها همه بلند، قبلش هم بلندتر بود. اینها دارن توسط تغذیه ناسالم شما رو نابود میکنن. نخورید، نذارید روازاده ها برن این همه زحمت بکشیم روغن و کنجد و بیاریم تو مملکت باب کنید. یه انگلیسی کثافت میاد میره روغن مایه رو که سرطانزا هست میریزه توی شیشه جدید، روش مینویسه سرخ کردنی، بعد میگه کنجد خوبه ولی برای سرخ کردن خوب نیست. باز برای این مردم قشر نادان بدانسبت اون قشر نادان باز دوباره گول میخورن. چی شد اطلس طلایی؟ روازاده داد زد ببین از مدفوع انسانه، از فاضلاب تهیه میکنن این کره رو. کره گیاهی ما نداریم، ما روغن گیاهی داریم. از ترسشون جمع کردن بردن ترتیبش دادن و یه سری اسید چرب قاطیش کردن، مایش کردن. حالا مریض اومده میگه خب اطلس طلایی نخوریم میتونیم نمیدونم روغن چی هسته انگور بخوریم. هیچی دیگه. ما اینجا نشستیم که فقط ببینیم شما چه گندابی بالا میارید خانم فلانی. آقا جان هر چی که قدیم بوده برین دنبالش بگیرید و بپزید و بخورید و کیف کنید. چیزایی که جدید میارن دنبالش نرید. روغن برنج و روغن فلان اینا دروغ همش. چایی رو میبینید الان دارن بیلبورد میزنن چای سیاه. چای سیاه دیگه شد سرطانزا، مخل عمر، طول عمر، اصلا خطرناک. ما که همه راجع به چای حرف میزدیم شما تعریف میکردین که حالا میگه چی؟ چای سبز خوبه. چای سبز همون سیاهه، اشعه خورده. چای سفید همون چای سیاهه، هنوز نرسیده. برید چای کارا رو بپرسین، همش همون چاییه. این چاییه سرطانزا، چاییه کشنده است، عمرت کوتاه میکنه. برید چایای طبیعی بخورید. بعد اومدن چایای طبیعی رو اسمش گذاشتن دمنوش. به روازاده میگن تو هی برو فک بزن. ما الان به اینا یاد میدیم دمنوش، به کارخونه دارا انگلیسی هم میدیم که از اینا بدن. چرا اینا قبلا دمنوش نمیدادن؟ چرا گلگام زبون رو درست نمیکردن بدن به مردم؟ حالا میدن مینویسن دمنوش. 20 سال دیگه 30 سال دیگه تو به 90 میگی پاشو برای من یه چای گلگام زبان درست کن، میتوبه بهت. بابا بزرگ چرا تو بلد نیستی؟ این دمنوش چایی نیست، چایی همینیه که از انگلیس اومده. مصادره میکنن. یادتون باشه، حواستون باشه این کارا رو بکنید. آب و روغن و نمکتون همونطور که تو سیدی ها هست برای عید برید سیدی ها رو بگیرید، ارزونه، خیلی ارزونه. یه دونه هدیه میخواید بدید، یه دونه سیدی کامل میگیرید 7-8 تا دیویدی و اینا توش یه بسته است. بدین یه دونه بدین هدیه. من چقدره؟ 10 تومنه، 5 تومنه، 8 تومنه، نمیدونم 8 تومنه، حالا هرچی. اونو ببرید بدین، زندگی بخرید برای عزیزانتون، نه اینکه کاکائو بگیرید ببرید بدید بخورن بچه هاتون بمیرن. این کاری که من میگم شما امسال حتما به عنوان هدیه ببرید، سیدی بدید، برید تحصیل کنید. نگن میخوان کاسبی کنن، چرا بهت میگم برای من که نمیتونن بگن، نمیگن. به روازاده طوری کار کرده که همه میدونن. شما ببرید تحصیل کنید، هدیه بدید. تکثیرش نمیصرفه براتون، قیمتش پایینه که نمیصرفه. شیک و شکیل ببرید بدین یاد بگیرن. روغنی که میریزه رو گاز خوراک پزی نذارید،
سفت میشه نخوریدش دیگه. این حرارت میخواد سفت میشه، تو بدن تو هم حرارته. یا آدم احمقی میگه کبد چرب. بابا جان من چرا مردم رو منحرف میکنی؟ ما کبد چرب نداریم که. کبد چرب یعنی این که تو احمقی بلا نسبت، تو یابویی نمیفهمی، منم انگلیسم میفهمم. یعنی این که تو چربی زیاد خوردی، کبد چرب شده، چربی نخور. عسل ها همه شکرن، یعنی با شکر درست شده، تو عسل نخور شکر بخور. یعنی این معناش اینه دیگه. این طوری نیست، دروغ میگن این پدر سوخته های انگلیسی. کبد چرب یعنی تو روغن صنعتی خوردی، تو سونوگرافی معلومه همونجور که رو گازت ریخته چسبیده سفت شده، رفته تو کبدت هم گرم چسبیده. حالا روغن میخوری، روغن خوب میخوری، میره اونو حل میکنه. امتحان کنی روغن زیتون بخورید، حجامت هم بکنید، 3 ماه بعد برید میگن کبد درست شد. از چربی عامل کبد چرب نیست، روغن صنعتی عامل کبد چرب. خب آقای دکتر نون هم شما میفرمایید الان اینجوری شده، خب نونو چیکار؟ نونو که نون ما دیگه واقعا همه چی میشه. اون موقع که می‌خواستن ماکارونی بیارن توی مملکت، هم گفتن این مثل کرم میمونه، همه رو ماکارونی خور کردن، یه نفرم نداشت، الان دارن. پیتزا آوردن همینطور. شما برین فرهنگ خودتون رو بیارید. الان سپاه حرکت شروع کرده، الحمدلله اتفاقات زیادی میافته تا 2-3 سال آینده. خب شما زودتر آشنا شدید، زودتر را بیافتید. دارن الان تو شهرستان ها گندمای بهمون میگیرن، میدن آسیابای محلی آسیاب میکنن، میپزن میدن به مردم. ما هم اینجا وایسادیم، پاش وایسادیم، حنجرمون هم پاره میکنیم. انشالله به یاری پروردگار یه کمکی شما بکنیم، این دهن دشمن رو ببندید. دشمن اگر بفهمه خودش عقب نشینی میکنه. برای خدا نخورید، آب وایتکسی رو نخوریم، وایتکس رو نمیخورن. چی بخوریم؟ ول کنید از این حرفا رو. وقتی که تصمیم گرفتید ببین آب خوردن هم هست. نمکتون رو درست کنید، آب خوردن درست کنید، روغنتون رو درست کنید. همه اینا رو ظروف مسی که دیگه آقا در طول تاریخ همش استفاده می‌کردن. بالا میگم مثل سرطان‌زا. ای دل غافل، شما سادگی میکنید که اینجوری باهاتون حرف میزنن. برید ببینید، یاد بگیرید، ببینید طبیعت چیه. بابا تو طبیعتت سرد بلغمه دیگه. هی شوهرت باید دعوا میکنه چرا نریم خونه مادر من یه سر بزنیم. خب این بلغمه دیگه. بلغم یعنی چی؟ یعنی ماست، یعنی شل. دوست نداره. باشه حالا فردا باشه، یه سال میخوای بریم خونه مادر من، بریم خونه مادرت، نه بعداً بریم بیرون یه دوری بزنیم، نه. خب بلغمه دیگه. یاد میگیری سری درست میکنه. شوهرت عصبانیه، هر دفعه میاد میخواد یه چیزی رو بشکنه. خب این خشکی داره دیگه. غذاشو درست میکنه یواشکی، وای به روزی که شب بهش بادمجون بدی، همون قابلمه بادمجون رو نصف کار خورده میزنه تو سرت. خب اینا رو باید یاد بگیرید دیگه. اینا رو مادر بزرگا اجداد ما بلد بودن، تنظیم میکردن، آرامش میآوردن توی خونه. شما بلد نیستی، همونجا میری چیزی میاری میدی بهش میخوره که همون میشه چوب میزنه تو سر خودت. یه صلوات بفرست.